خیلی از بچه‌ها مشکل عرض سرشونه دارن، میخوان سرشونه‌شون پهن بشه. برای این کار باید دلتوید میانی این قسمت رو خوب تقویت کنید. یه چند تا حرکت امروز از من داشته باشید که تو برنامه سرشونه‌تون انجام بدید. حرکت اول نش جانب دمبل سوپر ست، آرنج خم آرنج باز. ببین از جلو با آرنج خم میای، 1 2 3 8 تکرار اینو میری. حالا از بغل با آرنج صاف، 1 2 3 اینم 8 تکرار، 4 ست اینو میزنی. حرکت بعدی یه خورده سخت، بچه‌ها یه فری انجام بدن. روی میز فیل کمر به بغل میخوابی، خودت تکیه‌تو اینجا محکم میکنی، دست میاد بالا، 1 2 فشار کاملا به دلتوید میانی، 3 4 تا 10 تکرار هر دست. خب نش جانب تک دست به صورت نشسته. وقتی نشسته میزنی تقلب حرکت کمتر میشه، سخت‌تر میشه. یکی رو میری نگه میداری، نگه میداری، اصلا تقلب نداره، یه خورده حرکت مشکله. مرسی. نش جانب سینکش تک دست، ولی از پشت بزنی. خیلی بچه‌ها جلو میزنن، از پشت بزنی فشارش 2 برابره. 1 دیگه سینکش رد نمیکنه، ببین تا رون پات میاد. 2 فشار از دلتوید بر نمیداری. 3 4 10 تکرار هر دست، 10 تکرار 4. حرکت بعدی با یه جفت دمبل سبک میاری جلو، مکس میدی، با آرنج خم میری بغل، برمیگرده سر جاش، نگه میداری، آرنج خم هر دست 10 تکرار. فشار فوق العاده ای میاره، حتما امتحان کنید.